بنابر پژوهش‌های عالمان به حساب میونه کودک 4 ساله در یک روز تا 450 سوال می‌دهد و این دلیل کنجکاوی اوست و این کنجکاوی در تمام جریان حیات همسفر انسان است و این کنجکاوی امکان می‌دهد که ما در دوام حیات به مفاهیم زیادی البته صرفم رویم. اشتراکچیان امروزه ما تا کدام اندازه کنجکاوند و تا چی اندازه مخزن دانش دارند و در برابر این تا کدام اندازه حاضر جوابند ما در دوام نمایش شاهد خواهیم شد. نمایش آزمونی تلویزیونی بهارستان از منظور شما به پیش. در نمایش امروزه نیست چون هر وقته 4 نفر امکانی شرکت ورزیدن، مهارت خود را سنجیدن، کنجکاو بودن یا نبودن خود را سنجیدن و حاضر جوابی خود را سنجیدن دارند. عین زمان در 4 گروه من باور دارم که 4 گروهی که هستند یک نفری خواهشمند از جا میخیزند و با زینه‌های در کاری میستند. مرحمت. 4 نفر اشتراکچی را ما دعوت میکنیم. حالا که اشتراکچیان ما معین شدند و طبق عنعنه پیش از آن که ما بار دیگر شرط‌های نمایش رو با شما پیشنهاد کنیم، من می‌خواستم شما خود را معرفی کنید. مرحمت. از شما سر میکنیم. من نور محمد خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلاتی میانه عمومی رقم 60 شهر وحدت. بسیار خوب. من گلابا مولده خواننده صنف 11 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 10 ناحیه رودکی. باز چه معلوماتی اضافه دادم میتونید برای خودتان؟ همزمان گیرنده استیپندیای پرزیدنتی در سال تحصیل 2019-2020. یعنی حاضر شما گرانده استیپندیای پرزیدنتی هستید. بسیار خوب. مرحمت. من نگمتزاده مرحبا خواننده صنف 10 مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 132 شهر وحدت میباشم. یعنی شما از شهر وحدت؟ از شهر وحدت. خب باز چی معلوماتی اضافه دارید؟ بیشتر به فنهای جمعیتی گومانیتری شوق دارم و اینچنین در وقت‌های خالی به دوختن لباس‌های ملی و اینچنین تیار نمودن اشیاءهای آرایشی مشغول میشم. یعنی هنر هم صاحب هنر هم هستید؟ بله. مرحمت. شما؟ من طاهرجان محمد بشیر خواننده صنف دهم مؤسسه تحصیلات میانه عمومی رقم 60 ناحیه سینای شهر دوشنبه. من در وقت‌های خالی هم بیشتر با آموزش فن‌های دقیق یعنی طبیعت شناسی، شیمی، بیولوژی، فیزیک و متماتیک درس می‌خوانم. یعنی شما خودتون رو در آینده در همین رویه دیدن می‌خواهید؟ یگان کسب رو انتخاب کردین؟ طاهرجان. کدام کسب؟ در آینده دکتر شدن می‌خوام. شما دکتر شدن می‌خواهید. شما علاقه نمایش شما رو تماشا کردید و از روی قاعده‌های نمایش اومد که آگاه هستید و می‌دانید که چگونه صورت می‌گیرد. به هر صورت من به شما یک بار دیگر یادرس میکنم در خانه‌ای که شما هستید در خانه‌چه کبود به شما سوال و 10 ثانیه برای فکر کردن داده می شود. در خانه دیگر در خانه سبز به شما سوال و 20 ثانیه برای فکر کردن، یعنی در این خانه شما علاقه برای شما سوال نسبتاً دشوار است. در خانه های دیگری در خانه های زرد به شما سوال و همزمان 30 ثانیه برای فکر کردن و در خانه سرخ باشد به شما 40 ثانیه برای فکر کردن و نفری که تا زینه آخر میرسد ما 1 دقیقه امکانی فکر کردن داریم. ما قاعده های دور اول رو اندک دیگر کردیم، اون وابسته به رنگ ها است. یعنی من به هر 4 شما سوال پیشنهاد میکنم و 4 وریانت دارد. وریانت یکم کبود، وریانت دوم سبز، وریانت سوم زرد، وریانت چهارم سرخ. خوب؟ یعنی من که سوال پیشنهاد کردم شما 10 ثانیه فکر میکنید و به خانه‌چه در کور رفته میایستید، جواب نمیگردونید. یعنی بنچه شما سوال اگر جواب درست در خانه سرخ باشد با وریانت چهارم، وریانت اگر که به نظر شما وریانت سوم جواب درست باشد در خانه سوم میایستید و اگر با فکر شما وریانت درست یکم باشد در همون جهتون میایستید و پس از 10 ثانیه فکر کردن شما و جواب شدن شما خانه‌چه که جواب درست دارد گیران میشود و پس ما میفهمیم که جواب درست کدام است. خوب؟ اگر 3 سوال پیشنهاد میکنیم، اگر از 3 به 2 جواب درست اقلا شما جواب درست گردانید هر کدام شما پس به زینه دوم میگذارید. شرط فهم است. آغاز میکنیم. خوب، سوال چنین است و 10 ثانیه بعد از آن که من گفتم شما 10 ثانیه فکر میکنید و سپس اومده میایستید. در این دور سوال های خیلی آسان هستند.
زمستان در کشور استرالیا در کدام ماه آغاز می‌یابد؟ دکامبر، مارت، ایون، سپتامبر. دکامبر کبود، مارت سبز، ایون زرد و سپتامبر سرخ. 10 ثانیه وقت. ماه آغاز زمستان در استرالیا دکامبر، مارت، ایون، سپتامبر. وقت به انجام رسید. مرحمت جای خود را اشغال کنید. ماه آغاز زمستان در استرالیا کدام است؟ دکامبر، مارت، ایون، سپتامبر. جای خود را گرفتید؟ خوب. مرحمت جواب درست. اگر کدام خانچه که در گرفت پس جواب درست همون است. مرحمت. زمستان در کشور استرالیا به جای خود گذارید. زمستان در کشور استرالیا در ماه ایون آغاز می‌یابد، زیرا وی در نیمکره جنوبی جایگیر است. در نیمکره شمالی زمستان در ماه دکامبر آغاز می‌یابد. خوب، محمد، مرحبا و طاهر جان الکی جواب درست دادند. ولی این حالا یک سوال است. مگه ما 2 سوال دیگر در پیش داریم. مولودا این رو افتاده نمیشویم. سوال دوم به شما. چرا بحر تاجیک مینامند؟ نورک، اسکندرکول، قراکول، قیراقم. رنگ کبود نورک، سبز اسکندرکول، زرد قراقول و سرخ نورک. 10 ثانیه وقت. چرا بحر تاجیک مینامند؟ مرحمت. وقت به انجام رسید. گذارید. چرا بحر تاجیک مینامند؟ نورک، اسکندرکول، قراکول و قیراقم. جواب درست. جواب درست قیراقم است. قیراقم برای چی طاهر جان شما اینو انتخاب کردید؟ ما در آموزش فن گئوگرافیا خونده بودیم در صنف 8 که بحر تاجیک یعنی قیراقم باشد. این چنین یکی از بحرهای کلانترین از بحرهای کلانترین یعنی کلی کلانترین در جمهوری تاجیکستان میشه. مولودا برای چی شما انتخاب کردید؟ برای آنکه ما شنیده بودیم که نورک را بحر نورک میگویند. بحر نورک میگویند. نورک را درست است که بحر نورک میگویند، ولی از سبب آنکه آبانبار قیراقم از جهت حجم زیادتر است، یعنی کلانتر است، پس از این سبب آبانبار قیراقم این بحر تاجیک است. مرحمت. به جای خود گذارید. سوال سوم. سوال از ورزش است. این سوال خیلی آسان هم است. به اندیشه شما وطن فوتبال کدام کشور است؟ برزیلیا، انگلیا دوم وریانت، سوم اسپانیا و چهارم ایتالیا. کبود برزیلیا، سبز انگلیا، زرد اسپانیا و سرخ ایتالیا. وطن فوتبال کدام از کشورهاست؟ 10 ثانیه وقت. مرحمت فکر کنید. مرحمت فکر کنید. کدام از این کشورها وطن فوتبال است؟ وقت به انجام رسید. مرحمت جای خود را اشغال کنید. برزیلیا، انگلیا، اسپانیا، ایتالیا کدام از این کشورها وطن فوتبال است؟ از جای نمیجنبیم. خوب. دیگرها؟ ما بارگه امکان میدهم. رنگی کبود برزیلیا، رنگی سبز انگلیا، رنگی زرد اسپانیا و رنگی سرخ ایتالیا کدام از این کشورها وطن فوتبال است؟ جا را انتخاب کردیم. طاهر جان برای چی شما این رنگ رو انتخاب کردید؟ اسپانیا یکی از دولت‌هایی که ورزش یعنی فوتبال در آنجا ترقی کرده است و این چنین از همه دسته‌های بهتر خوب بازیگرهای خوب هم در همونجا هستند. یعنی با فکر من با اندیشه من که این اسپانیا میباشد. اسپانیا میباشد. محمد شاه فوتبال که در برزیل است. برزیل میباشد. یعنی شما از آن خاطر که پله در برزیلیا زاده برزیل است پله شما اینو انتخاب کردید. مرحبا. شما با فوتبال شوق دارید؟ من اصلا به فوتبال شوق ندارم، اما همین خیلی تخمینا انتخاب کردم که برزیلیا مرکزی فوتبال می باشد.
давлати футбол. خب مولوده چی؟ ба фикри ман ин зодгоҳи футбол ин бразилия мебошад барои он ки футболбоз пеле дар ҳамон ҷо таваллуд шудааст. ما 4 کشوری که این به شما واریانت پیشنهاد کردیم این 4 کشور امروز از جمله کشورهای واقعا هم کشورهایی هستند که فوتبال در این کشورها خیلی خوب ترقی کرده است و منتخب این 4 کشور بارها قهرمان جهان اومد به فوتبال شدند. ولی حالا میبینیم که وطن فوتبال کدام کشور است؟ مرا جواب درست. وطن فوتبال این کشور انگلیس است. با جای خود گذارید. طاهر جان و محمد من شما رو به زینه دوم دعوت میکنم. شما چون امکان افتاد که با 2 سوال جواب درست پیشنهاد کنید. ولی حالا برای مولوده و برای مرحبا حالا وقت است. ما با شما باز واریانت پیشنهاد میکنیم. 10 ثانیه فکر دارید، میتونید فکر کنید و سپس جواب گردانید. اکنون ما میگذاریم به سوالهای دور دوم. سوال با محمد. محمد شما کدام فن رو دوست می‌دارید؟ بیشتر به بیولوژی و شیمی. بیشتر به بیولوژی و شیمی توجه دارید. بسیار خوب. درباره جنگلزار معلومات دارید؟ جنگلزار چگونه جا است؟ جنگلزار جای درختزار. یعنی جای انبوهی درختان، نه؟ جنگلزار. محمد یک سوال با شما. در جهان قریب 50% جنگل ها را کدام نمودی درختان تشکیل می نمایند؟ 20 ثانیه وقت. یعنی در جهان از شمار عمومی جنگل ها کدام نمودی درختان از همه شماره بیشترشون در جنگل است؟ یعنی جنگلزار رو کدام نمودی درختان تشکیل میدن؟ اگر به طرز دیگر گوییم محمد وقت به انجام رسید. ارچه. یعنی بندشه شما ارچه. ارچه ها زیاده. 50% تمامی جنگلزار دنیا تشکیل میدهند. بله. دیگر همون درختان نه؟ برای چی ارچه رو انتخاب کردید؟ برای اینکه ارچه خیلی هم زیاد است. خواندید، میدانید یا کی تخمین کردید؟ تخمین. تخمین کردید؟ بله. واقعا در جنگل های دنیا درختان خیلی زیادی هستند. نمودهای خیلی زیادی درختان، ولی شما ارچه رو انتخاب کردید. اگر حاضر شما جوابتان نادرست باشد، پس در جواب دوم با شما انمون کمانده که روی شما است، دسته که با شما هستند میتوانند که یاری رسانند. قریب 50% جنگل های دنیا را درختانی ارچه تشکیل میدن. این جواب درست است. مرحمت ما شما رو یک زینه به پیش میکنیم. مولوده سوال در دوره اول ما با شما واریانت پیشنهاد نمیکنیم و 10 ثانیه فقط فکر میکنید. اثری تربیوی و اخلاقی عبدالرحمن جامی که به فرزندش بخشیده است چی نام دارد؟ 10 ثانیه وقت. اثر عبدالرحمن جامی که به فرزندش بخشیده است. اثری مشهور عبدالرحمن جامی وقت به انجام رسید. بهارستان. اثری بهارستان. چگونه اثر است بهارستان؟ بهارستان این اثری تربیوی میباشد که عبدالرحمن جامی به فرزندش بخشیده است. عبدالرحمن جامی با اثرهای زیاد هم دارد. غیر از بهارستان با دیگر اثرها دارد. ولی جواب شما درست است. مرحبا. شما یک زینه پیش. مرحبا. اگر حاضر شما با سوال ما جواب درست گردانید، پس شما با طاهر جان و با مولوده برابر میشوید. خب باز از ادبیات است، از شاهنامه. شاهنامه خواندید؟ نه. خیلی داستان‌هاش قسمت خواندم. کدام داستان رو خواندگی هستید؟ داستان رستم و سهراب و باز همین خیلی قسمت خواندم اما نامهاش خوب در یاد ندارم. قسمت خواندید. سوال عادی به شما در همین دور 10 ثانیه فکر کنید و پس از 10 ثانیه به ما گویید که از شاهنامه اسب رستم چی نام داشت؟ 10 ثانیه وقت. چی؟ رخش. وقت رو استفاده نبردید؟ نه. اگر رخش نباشد چی؟ رخش. ولی رخش است. درست. خب یک زینه به پیش آماده ایستادید. طاهر جان سوال به شما. شما آینده دکتر شدنی.
پس شما باید که خیمیا، بیولوژیا و فنهای که با طب خیلی نزدیکی دارند شما باید که نسخ خوانده باشید. ما خوب وقتی شما رو نمیگیریم، شما رو عذاب نمیدیم. سوال با شما چنین است: ماده های مرکبی که گیدروژن های آنها قابلیتی با متال عوض شوی را دارند چی نامیده می شوند؟ 20 ثانیه وقت. از خیمیا، ماده های مرکبی که گیدروژن های آنها قابلیتی با متال عوض شوی را دارند چی نامیده می شود؟ جواب دارید شما؟ بله. مرحمت مو وقت رو ماده‌ای ختم که با میکنید. متال ها قابلیت عوض، گیدروژنشون با متال ها قابلیت عوض شدن دارند، کسلت ها نامیده می شود. یعنی کسلت ها به متال ها با بند گیدروژنی عوض می شوند، در نتیجه نمک حاصل می شود که نمک از باقی مانده کسلتگی و متال عبارت است. جواب درست است. ما با محمد عین زمان یک سوال از دور سیم پیشنهاد میکنیم. سوال‌های دور سیم وریانت دارند، ولی پس از یک لحظه کوتاه، پس از یک اعلان. мехоҳед дар намоиши мо ширкат варзида донишу ҷаҳонбинии худро санҷед? пас шитобед. нишони имо шаҳри душанбе, кӯчаи шероз 31, телевизиони баҳористон. намоиши ба пеш. телефон барои тамос 221 95 24. ادامه آزمون تلویزیونی با پیش از سیزن بهارستان است و اگر شما نیز همراه ما هستید پس میتوانید که با اشتراکچیان مهارت خود را سنجید، دانش خود را سنجید و کنجکاوی خود را سنجید. این زمان محمد از شهر وحدت در زینه سوم قرار دارد و در این زینه ما با شما سوال پیشنهاد میکنیم که اون وریانت دارد. یعنی سوال ها وریانت دارند. اگر شما با وریانتی درست، یعنی هر سوال 4 وریانت دارد و اگر شما وریانتی درستی رو بید، شما باز یک زینه به پیش با غالبیت نزدیک میشوید. محمد آماده هستید؟ سوال چنین است: اوما که ادبیات میخونید، شما با ادبیات تاجیک شفق دارید؟ ادبیات کلاسیکی، معاصر، جهان، ادبیات کودکانه کدامش؟ ادبیات کلاسیک. با ادبیات کلاسیکی شفق دارید، ها؟ بله. یک داستان هست در ادبیات کلاسیکی با نام دوالرانی و خضرخان. دوالرانی و خضرخان. سوال با شما چنین است و پس از گفتن من 30 ثانیه وقت میگیرید. داستان دوالرانی و خضرخان رو کی تالیف کرده است؟ وریانت ها: نظامی گنجوی، امیر خسروی دهلوی، عبدالرحمن جامی، علیشیر نوایی. 30 ثانیه وقت. داستان دوالرانی و خضرخان را کی تالیف کرده است؟ نظامی گنجوی، امیر خسروی دهلوی، عبدالرحمن جامی و علیشیر نوایی. سوال از ادبیات کلاسیکی است و یکی داستان‌های خیلی مشهور هم هست. وقت شما با انجام رسید. نظامی گنجوی. نظامی گنجوی با اندیشه شما. دوالرانی و خضرخان. برای چه عبدالرحمن جامی نه؟ یا برای چه امیر خسروی دهلوی نه؟ به فکر من نظامی گنجوی است. برای چی؟ انیق نمیدونم، تخمینم. محمد، داستان دوالرانی و خضرخان به قلم علیشیر نوایی تعلق ندارد. این داستان مال عبدالرحمن جامی هم نیست. همزمان این داستان مال نظامی گنجوی هم نیست. این داستان از امیر خسروی دهلوی است. شما به این سوال جواب ندادید، پس حاضر مولوده امکان دارد که با شما برابر شود در صورتی که به سوال ما جواب درست گرداند. مولوده شما در دور اول کم یا سراسیمه شدید یا چی؟ سراسیمه شدم. یا سوالات دشوار بودن؟ نه، سراسیمه شدم. در وقت خالی به چی مشغول میشوید شما؟ با آموزش زبان‌های انگلیسی، روسی. یعنی شما رویه فن‌های گومانیتر رو انتخاب کردید، حالا که کسب رو انتخاب کردید، در آن چی میشوید؟ ترجمان. شما ترجمان میشوید. سوال با شما از دور دوم چنین است. سوال از فن زبان تاجیکی است. معین شخص، نامعین شخص، عمومی شخص، به شخص.
اینها جمله ها اند. در زبان تاجیکی معین شخص، نامعین شخص، عمومی شخص و به شخص. شما گویید که این جمله ها نمونه کدام نمودی جمله هایند؟ 20 ثانیه وقت. شما فنهای گوینتری شفق دارید. جمله معین شخص، نامعین شخص، عمومی شخص و به شخص. از فن زبان تاجیکی این جمله ها نمونه کدام نمودی جمله هایند؟ وقت به انجام رسید. مولوده جمله های امری. یعنی جمله معین شخص امر میکند. یک مثال بیارید. برای تاخیر شما مولوده اینا جمله های ساده هستند، ولی کدام نمودی جمله های ساده؟ جمله معین شخص، نامعین شخص، عمومی شخص و به شخص چگونه جمله هستند؟ جمله های ساده ترکیبی. یک ترکیبه. ورانت شما معین شخص، نامعین شخص، عمومی شخص، به شخص جمله های چگونه جمله هستند در زبان تاجیکی؟ مرحبا، جواب شما، جواب آخرین شما. جمله های چگونه؟ چی گفته دوزیر؟ امری. ساده یک ترکیبه. کدام است جمله های امری یا ساده یک ترکیبه؟ ساده یک ترکیبه. جمله های معین شخص من با شما چند بار باز گفتم، نامعین شخص، عمومی شخص و به شخص اینا جمله های ساده هستند. ولی جمله ساده میتواند باز چند نمودی دیگر داشته باشد. اینها واقعا جمله های ساده یک ترکیبه هستند. شما هرچند که باور نجاب دارید، ولی من شما رو یک زنبه پیش میخونم. خوب، مرحبا. سوال با شما درباره کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان معلومات دارید؟ بله. میخونید؟ ها. سوال با شما چنین است و 20 ثانیه هم برای فکر کردن وقت دارید. باب چندمی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان بخشیده شده است؟ 20 ثانیه وقت. کدام بابی کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان بخشیده شده است؟ جواب تیار است؟ مرحمت. باب 8 کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان به ولایت مختار کوهستان بدخشان بخشیده شده است. انیق بابی 8. بابی 8 دیگر نمیکنید. از چند بابی عبارت است کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان؟ 10 باب و 100 ماده. خب باب نهم پروکراتوره. بابی که با ولایت مختار کوهستان بدخشان بخشیده شده است این بابی 7 است. طاهر جان، شما بغیر از خوب با فنهای دقیق شفت داشتن با یکم مشغولیت دارید؟ من اینچنین باز در سررئیست معارف در مرکز رشد استعداد آموزشی فن شیمیا مشغول هستم و اینچنین در روزهای استراحت با ورزش برای تنصیحاتی خود. کدام نمودی ورزش؟ خصوصا فوتبال با همراه رفیقان و هم‌صنفان. من حاضر با شما چند اختراع انسانیت را با شما نامبر میکنم. ان اختراعش 4 اختراع، ولی یکی از اینها در همین میان زیادی است، یعنی باید که در همینجا تعلق نداشته باشد. ولی برای چی؟ من حاضر میخونم، شما فکر میکنید با 30 ثانیه فکر کرده جواب میگوید. کدام از این اختراعات انسانی را ما از این قطار استثنا میکنیم و برای چی؟ کدام اختراع؟ گوش کنید. پوربین، عینک، تلسکوپ، ساعت. 30 ثانیه وقت. پوربین، عینک، تلسکوپ و ساعت ما یک اختراع رو از این قطار میگیریم و برای چی؟
پوربین عینک تلسکوپ ساعت و وقت به انجام رسید؟ جواب شما در اینجا یعنی اختراع زیادتی این ساعت می باشد. برای چی؟ برای اون که دیگر اختراعات دستگاه مثلا تلسکوپ، پوربین، عینک اینها یک اختراعات می باشند که در فیزیک بسیار استفاده برده می شوند. ساعت در فیزیک استفاده برده می شود؟ نه، در زندگی هر روزه ما ساعت البته که هست و با فکر من که در اینجا اختراع زیادتی، یعنی اختراع در جواب ها زیادتی این ساعت می باشد. یعنی به اندیشه شما عینک رو در روزگار استفاده نمیبریم؟ بله، عینک رو استفاده نمیبریم؟ عینک رو استفاده میبریم، پوربین رو در ساحه فیزیک استفاده میبریم. با فکر من زیادتی این ساعت می باشد. برای چی ساعت به فکر شما زیادی است؟ همش رو استفاده میبریم در روزگار، همش رو بله. استفاده میبریم. اختراعات عالمان فیزیک مثلا اون پوربین، تلسکوپ و عینک یعنی چیزهایی هستند که در ساحه فیزیک بسیارتر استفاده برده می شوند. در نظر من ساعت یک چیز ساعت ساده است. عموما در فیزیک در کار نیست نه، ساعت. در زندگی هر روزه ما ساعت هست. تلسکوپ فقط در همون لابراتوار یا در عموما در ساحه فیزیک استفاده می شود. ساعت رو هم در لابراتوار استفاده میبرن. عینک رو هم استفاده میبرن. عینک رو هم. پوربین و رو این هم سه استفاده دستگاه میبرن. یعنی چیزهای مخصوص هستند. جواب شما ساعت دیگر نمیکنید. نه. من با شما امکان دادم پوربین، عینک، تلسکوپ، ساعت یکی از این اختراعات، اینا همه اختراعات انسانی هستند. در دوام خوب عصرهای گوناگون، سالهای گوناگون اختراع شدند از جانب عالمان گوناگون البته، ولی یک اختراع رو ما گفتیم استثنا میکنیم. میدونید کدوم استثنا است؟ این تلسکوپ نیست. با واسطه عینک و پوربین هم ما چیزهای وابسته به مسافت دورتر را میبینیم، ولی ساعت در حقیقت از این قطار استثنا میشود. جواب شما درست است. ما میگذاریم به محمد. اگر حاضر محمد و مولوده شما به سوال نوبتی ما جواب دهید، هر دوی شما امکان دارید که در دور چهارم با طاهر جان برابر رقابت کنید. خوب، لیکن ما اول از کی میپرسم؟ از محمد. محمد سوالات دشوار هستند؟ نه. محمد دشوار نیستند. سوال شما چنین است. ما 4 رستنی رو دراز میکنم، نامبر میکنم. یکی از این رستنی ها درازتر است نسبت به دیگر رستنی ها، یعنی یکی از رستنی های درازترین عالم است. دقت کنیم. نخل، لیانا، ویکتوریا، اکالیپت. 30 ثانیه وقت. کدام از این رستنی ها به اندیشه شما درازترین هستند؟ نخل، لیانا، ویکتوریا، اکالیپت. وقت دارید فکر کنید و همزمان شما در این جا گروه یاری رسان دارید، میتوانم به شما یاری رسانند. نخل، لیانا، ویکتوریا و اکالیپت. وقت به انجام رسید. اکالیپت. رستنی درازترین. دیگر نمیکنید. نه. برای چی اکالیپت؟ تخمینا انتخاب کردم. من به شما سوال دادم که رستنی درازترین کدام است؟ نخل، لیانا، ویکتوریا، اکالیپت. برای شما اکالیپت. سوال چی بود؟ سوال من چی بود؟ رستنی از همه درازترین کدام است؟ کدام است؟ در حقیقت اکالیپت دراز است، ولی این درختی از همه بلندترین است. ولی رستنی درازترین این لیان نمی باشد. مولوده، باز یک سوال با شما. اگر درست جواب دهید، اگر شما درست جواب دهید پس با طاهر جان برابر می شوید و من امکان دارم که پس از پرسیدن یک سوال از مرحبا با شما طاهر جان یک سوال پیشنهاد کنم. سوال ها وریانت دارند. شما باید که اهمیت دهید. سوال با شما چنین است. با یگان نمودی ورزش شوق دارید؟ کدام نمود؟ بسکتبال. بسکتبال؟
баскетбол бозӣ мекунед. дар кадом намуди варзиш туби аз ҳама вазнинро истифода мебаранд? вариантҳо: футбол, волейбол, баскетбол, гандбол. 30 сония вақт. дар кадом намуди варзиш туби аз ҳама вазнинтарро истифода мебаранд? футбол, волейбол, баскетбол ва гандбол. ҳар чор намуди варзишро медонед? медонед чӣ хел сурат мегиранд? ҳоло ин саволи якум аст ба шумо ба гурӯҳ имкони машварат кардан надоред. дар кадом намуди варзиш туби аз ҳама вазнинтарро истифода мебаранд? футбол, волейбол, баскетбол ва гандбол. вақт ба анҷом расид. гандбол. туби аз ҳама вазнин. гандбол чӣ гуна сурат мегирад? шумо дидагӣ ҳастед? бозии командавӣ аст ё ки бозии якнафара? як нафара. як нафара аст гандбол. гандбол як нафара нест, даставӣ аст. дар футбол бо чӣ бозӣ мекунанд? не, бо туб. дар ҳамаш бо туб бозӣ мекунанд. дар футбол бо пой. ҳадафи асосӣ дар футбол чӣ аст? гол задан. дар волейбол чӣ? дар волейбол аз ту бо даст бозӣ мекунанд. яъне аз ду команда, яъне бо гирифтани холҳо. дар баскетбол чӣ? туро бо команда. ин чӣ гуна сурат мегирад? дар сабатча тубро мепартоянд. ба сабатча тубро мепартоянд. гандбол чӣ? гандбол. гандбол низ ранг мисли футбол аст, вале фақат танҳо бо даст гол мезананд. агар ҳамин хел гӯем, туби аз ҳама вазнин дар кадоме аз ин намуди варзиш аст? футбол, волейбол, баскетбол, гандбол. ҷавоби шумо, ҷавоби охирини шумо? гандбол. гандбол. шумо ба баскетбол машғул ҳастед? баъзан бозӣ мекунед ё дурӯғ гуфтед? не, бозӣ мекунем. бозӣ мекунед. ҷавоби шумо гандбол. хуб, баскетбол. гандбол. гандбол. гандбол, баскетбол. як вариант тест. гандбол. гандбол. дар миёни ҳамин тӯбҳо, дар миёни тӯбҳое ки дар ҳамин намудҳои варзиш истифода мебаранд, туби аз ҳама дар гандбол истифода мебурдагӣ аз ҳама туби сабук аст ва туби аз ҳама вазнин, он варзише ки шумо ба он машғул мешавед, аз ҳама туби вазнин дар баскетбол истифода бурда мешавад. хеле саволи осон буд. агар шумо баскетбол дар ҳақиқат бозӣ карда бошед, мебинед чӣ хел туби ҳам ҳаҷман калон аст ва ҳам вазнинтар аст. аҳамият надодед. марҳабо. шумо ҳозир ба ин се нафар метавонед баробар шавед дар сурате ки ба як саволи мо ҷавоб гардонед. савол чунин аст: қимати доимии пи аз фани физика ба чанд баробар аст? 20 сония вақт. 314. дуруст аст. мо шуморо ба даври дигар даъват мекунем. марамат гузаред. тоҳирҷон, ҳозир ман як савол пешкор мекунам. агар шумо ҳозир донистед, пас шумо ғолиби анамин бозӣ ва метавонед барои саволи финалӣ, барои гирифтани дарёфти роҳхат ба маркази таълимии қалам дар яке аз курсҳо мубориза баред. ман ба шумо 40 сониям вақт медиҳам. дар ин саволҳо, дар ин дарс саволҳо андаке мантиқӣ ҳам ҳастанд. омода ҳастед? ман саволҳо пешниҳод мекунам, бо диққат бошед. 7 хоҳар дар хона машғули коре буданд. ҳар кадом 7 хоҳар дар хона машғули коре буданд. яке китоб мехонд, дуюми хӯрок мепухт, сеюми шоҳмотбозӣ мекард, чоруми муаммо ҳал мекард, духтари панҷумӣ машғули либосшӯӣ буд, духтари шашум ба гулҳо об медод, вале духтари ҳафтум ба чӣ кор машғул буд? 40 сония вақт. такрор мекунам. яке китоб мехонд, дуюми хӯрок мепухт, сеюми шоҳмотбозӣ мекард, чоруми муаммо ҳал мекард, панҷумӣ машғули либосшӯӣ буд, шашумӣ ба гулҳо об медод, ҳафтумӣ чӣ кор мекард? вақт ним шуд. яке китоб мехонд, дуюми хӯрок мепухт, сеюми шоҳмотбозӣ мекард, чоруми муаммо ҳал мекард, панҷумӣ машғули либосшӯӣ буд, шашумӣ ба гулҳо об медод ва хоҳари ҳафтум чӣ кор мекард? тоҳирҷон, вақт ба анҷом расид. як бор дига такрор мекунам. 7 хоҳар
در این خونهشون مشغول هر گونه کار بودند. یکمی کتاب میخوند، خواهر دوم خوراک میپخت، خواهر سوم شахмат بازی میکرد، خواهر چهارم معما حل میکرد، خواهر پنجمی لباس میشوشت و خواهر ششم به گلها میداد و خواهر هفتم چیکار میکرد؟ با خواهر سیوم یا چهارم بوده شахмат بازی میکرد. جواب درست است و ما شما را به زینه آخری نمایش دعوت میکنیم. شما الکی غالب نمایش هستید تویر جان، ولی اگر به سوال آخران ما که 1 دقیقه وقت است برای فکر کردن جواب درست گردانید، شما غالب نمایش و صاحب راخت به مرکزی تعلیمی قلم. کدام کورس رو میخونید شما؟ علاوگی؟ خیمیا. اینجا هم کورس های زبان آموزی است و هم کورس های فنهای دقیق است، هم فنهای جمعیتی است، هم گومانیتری است. شما یکی رو میتوانید انتخاب کنید در صورتی که به سوال ما جواب درست گردانید. برای این 1 دقیقه فکر میکنید. شما رستنی کاکتوس رو میدونید؟ چگونه رستنی است؟ خوردار است. بله. باز چگونه است؟ خاراکتریستیکش فقط خوردار است. نه. وقتی باید در نزد استفاده برنده کامپیوتر باشد، چون که انا همون شعاعی که به چشم انسان ضرر دارند محافظت میکند و خودش کشته میگیرد. تویر جان، رستنی کاکتوس در تنه خود مقدار زیادی آب را جمع میکند و برگهایش به خار تبدیل یافتند و این است که در منطقه بیابانی میسبزد. سوال شما چنین است: رستنی کاکتوس چرا به جای برگ خار دارد؟ 1 دقیقه وقت. رستنی کاکتوس رو شما الکی میدونید، حتی خاصیتش رو گفتید در نزد کامپیوتر میگذارند، نمیدونم چه خاصیت دیگر دارد. ما الکی گفتیم که در منطقه های بیابانی میسبزد، ولی چرا آن به جای برگ خار دارد؟ رستنی کاکتوس رستنی بیابانی است. در جاهای در منطقه بیابان اون رو میبینیم. مرامت فکر کنید، حالا وقت دارید 20 ثانیه دیگر. سوال فهمو است؟ نه تویر جان، فهمو است یا نه؟ یعنی برای چی رستنی کاکتوس خار دارد؟ چرا به جای برگ خار دارد؟ وقتی شما به انجام رسید جواب شما تویر جان. من دیگر به شما سوالی رو نمیدهم، چون همش رو گفتیم. برای چی به جای برگ رستنی کاکتوس خار دارد؟ مرامت جواب شما تویر جان. وریانت شما یا نیست؟ وریانت همین قدر فکر میکنید وریانت نیست؟ نه تویر جان. مرامت وریانت شما، جواب شما. شاید از جهت ترکیب شیمیایی هم باشد در درون میام. چگونه است ترکیب شیمیاییش؟ ترکیب شیمیایی خوردار نه؟ یکم الیمنت باشه. تصور کرده در کاکتوس چه خیلی است؟ دیدگی هستید دکتر؟ خوب جوابشون جواب شما. من دیگر من شما رو زیاد نمیپرسم. مرا جواب شما تویر جان نیست. خوب، من جواب شما رو قبول کردم، یعنی نیست جواب. همین خیلی یا نه؟ یعنی جوابی دقیق نداره، درست؟ بله. همین خیلی. سوال چنین بود، من تکرار میکنم. من جواب شما رو قبول کردم. رستنی کاکتوس در تنه خود مقدار زیادی آب را جمع میکند و برگهایش به خار تبدیل یافتند. این است که در منطقه بیابانی میسبزد. و سوال چنین بود: چرا به جای برگ آن خار دارد؟ جواب در خود سوال هست. رستنی کاکتوس در تنه خود مقدار زیادی آب را جمع میکند، ولی برای آن خار دارد که چون در منطقه بیابانی میسبزد
تا مقدار کمی آب را صرف کند. یعنی اگر برگ داشته باشد و این مقدار آبی زیاد را صرف میکند. و جواب در خودی سوال بود. شما نوابسته از اینکه به سوال آخری ما جواب ندادید، شما به قسمت نهایی رسیدید، ولی اگر شما به سوال آخری ما جواب میدادید، شما صاحب همین راهخط به مرکز تعلیمی قلم میشدید. ولی از سبب آنکه این نمایش سیوم است، ما به شما راهخط رو میدهیم برای من بعد دوام دادن آموزش و من باور دارم که شما همین راهخط رو ثمرناک استفاده میبرید. در دوام 3 یا 4 ماه باز دانش خود رو افزون میکنید. سوال‌های جالبی دارید و می‌خواهید آنها رو به اشتراکچیان نمایشی بپیش پیشنهاد کنید. پس این امکانیت رو از دست ندهید. سوال خود را با جواب درست و نشان دادن منبع از آن گرفته‌اید به نشانه شهر دوشنبه، کوچه شیراز 31، تلویزیون بهارستان روان نمایید. نفران فعال حتما قدردانی می‌شوند. تلفن برای تماس 221 95 24. محمد مرحمت، چی اندیشه دارید؟ من میدونم که شما بسیار میخواستید اشتراک کنید، همین خیلی نبود؟ بله. چی گرفتید؟ چی نگرفتید؟ چی پسند نآمد به شما در نمایش؟ مرحمت. به من همش پسند اومد. سوالایی که نمیدونستم باز آموختم و سوالا اونقدر دشوار نبود. کمی سراسیمه شد. یگان سوالی بود که به نظر شما عجایب نمود. بله. کدامش؟ از همه رستنی در روز. خوب. یعنی همینجا شما درختی در آستانین رو گفتید، درختی بلندترین رو، و ما هم مخصوصا میگونه سوال گذاری میکنیم. مولوده چه اندیشه دارید؟ با تشکیل کنندگان این برنامه مینداری خود را اظهار می نمایم. برای من این سوال وطن فوتبال کدام دولت است همین معقول نامد یا که نه یا دشوار بود؟ عجایب بود. عجایب بود. لیکن میدونید برای من کدام سوال عجایب بود؟ بسکتبال. چون شما بسکتبال بازی میکنید و شما باید الان حس کنید وزنی توی بسکتبال آخر رو. من بازی گندبال رو اونقدر یعنی معلومات نداشتید. خیلی شما تصور کنید که در گندبال یک توی وزنین رو میگیرن و با دروازه میپرتن و چقدر دشوار است. برای توی گندبال رو با یک دست میپرتوین، با یک دست. مرحبا. مقصد من از اشتراک در این آزمون تنها سنجیدن سایت سوادنامه‌ای خود بود و خیلی شاد هستم و همچنین به تشکیل کنندگان این برنامه مینداره خود رو رسانیدن هستم. ولی میدونید چی؟ ما یگان تای شما رو الحد چور شما یگان نفر رو مغلوب نمیگوییم، ولی برای اینکه شما جرأت کرده آمدید و دانش خودش نسبی است. یگان آدم حتی بزرگترین عالمان هم همه چی رو دانسته نمیتوانند، ولی ما با واسطه شما، با واسطه مولوده، با واسطه محمد، با واسطه طاهر جان توانستیم که شاید چند سوال با بیننده پیشنهاد کنیم تا آنها نیز مثل شما هم خیر فکر کنند و آنها هم شاید که برای خود فکر کردن که کدامش رو میدونند و کدامش رو نمیدونند. طاهر جان مرحبا. اندیشه شما؟ من مینداری خود را به کلی سرپرستان تلویزیونی بهارستان و تشکیل کننده‌های آن همین نمایشنامه که برای شوق و هوسمند نمودن طلبگان تشکیل می شود مینداری خود را بیان می نمایم و چون نهایت با دور نهایی آمدیم و با سوال فینالی پاسخ گرداندن نتوانستیم و ما کوشش میکنیم که در آینده باز پورا خوانده دانش خود را صیقل دهیم. عموما سوال ها دشوار بودند یا نه به اندیشه شما؟ عموما اگر همین خیلی گریم نه، سوال ها آنقدر دشوار هم نبودند و چی باشد که ما طلبگان کمی به احساسات هم داده شده بودیم و همین سبب باشد که به سوال ها اونقدر جواب ندادند. یعنی اکنون فهمیدید که کاکتوس برای چی خور دارد؟ بله. تشکر به شما. تشکر زیاد. اصلا مقصد ما هم از تهیه نمایش، از تهیه همین پرسش ها، از معاین کردن همین راه رو ها، از جمع کردن شما و از پیشنهاد سوال ها اون است که یعنی با واسطه هر کدام شما ما توانیم که چند سوال با بیننده پیشنهاد کنیم و شاید آنها هم در رفت نمایش تا کدام اندازه کوچکوند تا کدام اندازه حاضر جوابند معین کنند. ما با همه شما، با اون افرادی که شما رو همراهی کردن اظهار سپاس میکنیم و باوری داریم که باز همین گونه در نمایش ما شرکت می‌ورزید و البته باز با شرکت خود ما رو شاد می‌گردونید. و اگر شما نیز مثل اشتراکچیان نمایش امروزه
خواهید که همین گونه کنجکاوی، ذکاوت، حاضر جوابی خود را سنجید. پس نمایشی به پیش همیشه آماده است. این شماره نوبتی آزمون تلویزیونی به پیش بود. منظور شما. تا بازدید.